اوکی. خب حرکت پشت بازو کیک بک با دمبل تک دست میزنیمش. اینو میتونیم به صورت دو دست هم بزنیم، میتونیم تک دست با سیمکش هم از این حرکت استفاده کنیم. تک دست میزنیم با دمبل، تمرکز خوبی روی عضله داشته باشیم. از این حرکت برای پیک عضلانی استفاده میکنیم. بهتره آخر تمرین پشت بازو ازش استفاده بشه. دقت کنید توی اجرا مهمه. حالت شیب بدن، کلا زاویه‌ای که بدن قرار میگیره به این صورت اجرا میشه. بالا رو میاد پایین، دمبل خودش میاد پایین، شما نمیکشین مثل جلو بازو بیاد به سمت جلو، خودش باید بیاد. کنترل، بالا پیک، پایین کنترل، پیک، کنترل. حواستون باشه بدن نباید اینقدر بچرخه، بدن صافه، شیب کامل، دست اینجا، بالا با کنترل پایین، بالا با کنترل پایین، بالا با کنترل پایین. این حرکت رو اگه بخواید با سرعت بالا انجام بدید و این پیک بالا رو نداشته باشید، این مکس رو نداشته باشید، هیچ فشاری روی عضله نخواهید داشت، فقط صرف انرژی میکنید و انجام وظیفه. با دست دیگه و جفت دستم اگه بتونی انجام بدی؟ با این دست هم انجام میدیم. توجه کنید تا جایی که دمبل آزاد میشه، دیگه جلوتر نمیاد، میشه جلو بازو. دقت به پیک پشت بازو بکن، بالا قشنگ پیکش میکنیم. چه تعدادی رو پیشنهاد میکنی؟ برای این حرکت از تعداد 12 الی 15 تا استفاده کنید در آخر تمرین پشت بازوتون. خب اگه ممکنه یه جفت دمبل سیم هم براتون اجرا میکنم. خیلی عالی. دقت کنید فلسفه همون فلسفه است، فقط با سیم انجام میشه. این دست سرعت پایین اومدن مهمه. یه جفت دمبل هم اگه میشه اجرا کن. جفت دمبل هم دست باید اینی که بالا میاد از بدن فاصله بگیره یا بچسبه به بدن؟ به خود فاصله نگیره. شما تا جایی که میتونید نزدیک نگه میدارید، ولی خود به خود یه زاویه‌ای فاصله میگیره، چون زیر بدن‌ها نمیذارن که دست خیلی چسبیده به تنه باشه. خاطر همین دمبل اینو فاصله میگیره از بدن. مرسی.